ما 100 سالگی ارتباطات دیپلماتیکی میان افغانستان و ترکیه را ما دیروز تجلیل کردیم و این در واقع ما در اینجا باعث افتخار ما هست که ما جناب رئیس جمهور و شما در واقع ای که ما توانستیم به این مرحله برسیم. ما به شما تبریکی بگویم و در واقع دوستی و مشارکت بین کشورهای ما در واقع در یک افق طولانی مدت بدون تاریخ انقضایی یا تاریخ خروج ایجاد شده است و همچنان عین چیز را ما میخوایم در مورد همه کشورهای عضو ایکو بگویم. در واقع دوستیمان در فرهنگ، تمدن، تجارت، تاریخ، موقعیت و همچنان در شبکه‌های اسلامی ارتباطات ما وجود دارد و خوشبختانه روابطی که اکنون ما را متصل می سازد ناشی از دید مشترک، مدل های ذهنی مشترک و تعهد رهبران ما هست که برای منفعت های دو جانبه ما کار بکنیم. همکاری دو جانبه در واقع بدانیم ما زمان ایجاد میشه که ما در پروژه های تحول آفرین مثل تاپی و کاسا 1000 که ما این را تطبیق کردیم. جناب رئیس جمهور میرزایف، جناب رئیس جمهور روحانی و همچنان جناب رئیس جمهور رحمان از پروژه های مثل تاپی، کاسا 1000، خط آهن و خواف هرات، خط آهن خواف هرات، ای در واقع اساسات ما هست و در واقع از پروژه های بسیار مفید هست. و همچنان جناب رئیس جمهور میرزایف که ما خط آهن مزار تا پشاور داریم که اینها پیشنهاد کرده و همین پروژه هایی هست که بسیار زیاد مهم هست، مثل پروژه های انتقال برق و همچنان مثل پروژه های فایبر نوری که باعث ایجاد تحول میشه. این بسیار زیاد مهم هست و با تجدید فکر ما از خود به عنوان چهارراه در واقع درهای شبکه‌ها و همچنان و محل نزدیکیت تمدن ها، فرهنگ ها، ایده ها و مردم افغان ایجاد میکنند و افغانستان در واقع آماده هست تا به عنوان یک چهارراه بین آسیای مرکزی، شرقی و جنوبی و غربی عمل بکنند. و ایکو در واقع یکی از کاتالیست بسیار مهم برای تحقق دیدگاه ما و پروگرام عمل ما هست. و اختلالی که توسط کرونا ایجاد شده بود در واقع یک پروژه‌ای بود که میان در سال 2020 و بعد از کرونا و پیش از کرونا را در واقع جدا کرد و من میخواهم که همدردی خود را ابراز بکنم و از تمامی افغان ها میخواهم ابراز همدردی بکنم به تمامی برادرها و خواهرانمان که در بابت کرونا زندگیشون را از دست دادن و ما در واقع خوشبخت بودیم که ما توانستیم مدیریت کردیم موج اول موج دوم کرونا را. همکاری های اقتصادی در واقع بسیار زیاد مهم هست برای ما تا اینکه ما تقویت بکنیم و از تاثیرات بد کرونا را ما کاهش بدیم. ما میخوایم از کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و دیگر کشورها در واقع میخوایم تشکری بکنم که ما توانستیم زنجیره ارزهای خود را ما در ادامه دادیم و همچنان میخوایم از جناب رئیس جمهور ایران برای اینکه با مهاجرین افغانستان در اونجا کمک کردن میخوایم تشکر بکنم و همچنان از جناب نخست وزیر خان در بخش تجارت و ترانزیت
به شک با ما کار کردن میخواد تشکری بکنم. تشکر میکنم از همکاری شما و از همکاری هند. توانستیم دهلیز هوایی رو مفعال بگذاریم و همچنانی که چین همچنان فعالیت کرده، حالا کمک کرده در مخصوصا حالا در بخش واکسین و با افغان ها کمک کردن. کرونا جناب رئیس جمهور یه فرضیه ها را در فرضیه را ایجاد کردن. نخست ای که موج اعتماد در واقع در سطح جهان کم شده the inevitable nature of globalization. Second, و دوم regional cooperation is becoming همکاری‌های more اقتصادی pronounced in more necessity. بیشتر It is likely that نیازش دیده there will be میشه a very, very significant increase و in احتمال regional داره trade in all continents. در تمامی قاره ها همکاری‌های اقتصادی بیشتر خواهد شد. و سوم نقش دولت بیشتر برجسته شده in the vision and cooperative outlook of leaders. Fourth, digitalization is speeding up in an unprecedented manner, and those who don't really fall behind. Transnational networks of terrorism and transnational criminal organizations شبکه‌های تروریستی فرامرزی و همچنان سازمان‌های جنایی فرامرزی در واقع محدوده جنگ را تغییر داده و دولت‌ها را وادار به این می‌کنند تا اینکه دوباره فکر بکنند در بخش ای که دوباره بتوانند امنیت را برای شهروندانشان تعریف بکنند و دوباره بالای همکاری‌های اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی فکر بکنند. In developing tools for collective action to contain or preempt the negative trends will be key to our future stability and prosperity as eco countries. من حیث کشورهای ناتو، کشورهای ایکو در واقع این وقت این هست که ما باید در واقع پلان عملمون را باید در واقع تطبیق کنیم برای اینکه بتوانیم دیدگاه مشترکمون را به دست بیاوریم و همچنان همکاری‌های منطقوی خود را بیشتر بکنیم. دو موضوع بسیار مهم هست. دوم باید در واقع پایدر ما در واقع پروژه های تحول آمیز اتصال منطقوی را در واقع ما باید در واقع تطبیق بکنیم. افغانستان نقش تاریخی که در آسیا دارد توسط اقبال بسیار خوب بیان شده که گفتن که آسیا در واقع آب و زمین هست و از افغانستان در قلب آسیا موقعیت داره. اگر اختلاف افغانستان اختلاف آسیا هست و افغانستان در واقع یک پلتفرم خوب شده میتونن. ما حالا در واقع در حال ما باید خشونت را خاتمه ببخشیم و به همان هدف ما افغانستان دموکراتیک و مستقل در صلح با جهان هست. ما باید بر این کار بکنیم و این به دست بیاریم و دستاوردهای 20 سال گذشته ما را باید حفظ بکنیم و همچنان انتخابات به شکل بین‌المللی نظارت شده در واقع یکی از موضوعات بسیار مهم هست تا اینکه بتوانیم ما یک تغییر سیاسی در کشورمان بیاریم و ما بالای شما حساب میکنیم و همچنان حمایت شما را ضرورت داریم تا اینکه بتوانیم تضمینات بین‌المللی برای آینده افغانستان ما باید در واقع به دست بیاریم و پاکستان مخصوصا بسیار یک نقش مهم دارد در بخش ای که بتوانیم در افغانستان یک صلح دوامدار ایجاد بکنیم. God forbid of a failed peace process. President Erdogan
چون پاکستان خودش همچنین کشوری هست که اگر در افغانستان پروسه صلح ناکام شود و از آنها عواقب ناگوار خواهند کشید. و من به شما تشکر بسیار زیاد و ما بالا شما حساب میکنیم تا اینکه ما بتوانیم، ما میخوایم که صلح در افغانستان مردم افغانستان، ما حس عجولیت داریم برای اینکه بتوانیم صلح را اعمال بکنیم و حمایت شما برای صلح دوامدار در افغانستان در دوحه، در اتفاق دوحه بسیار مهم هست. برای 42 سال ما مردم افغان و این وقت هست که ما باید خشونت را توقف بدیم، که خشونتی که کشور ما را، کشور مقبول ما را به میدان و کشتارگاه تبدیل کرده، ما باید خشونت را ما باید توقف بدیم. در 48 ساعت گذشته 3 ژورنالیست زن در واقع شهید شدند. این که در اینجا طالبان مسئولیت اخلاقی دارند تا اینکه خشونت را محکوم بکنند و همچنان برای صلح کار بکنند و ما آماده هستیم که صلح بکنیم و خشونت اونها هیچ کدام توجیه دینی ندارد و این چیزی هست که توسط علمای ما همچنان گفته شده. افغانستان از ایکو حمایت میکنه و من همچنان امیدوار هستم که ما بتوانیم ایکو با این چالش بر بیاید تا اینکه بتوانیم از و برای همکاری های اتصال منطقه‌ای بر افغانستان بسیار مهم هست. و در اخیر من میخوام اینکه ما باید از خود پرسان بکنیم که ما باید در واقع ایکو را به یک مدل کامیاب همکاری های منطقوی تبدیل بکنیم. تشکر. جناب معاون جمهورخانی، تشکر بسیار زیاد. و حالا مخصوصا البته جناب رئیس جمهور آذربایجان، پیش از اینکه من به شما فرصت سخنرانی بدم، بله که در حدود 30 سال اشغال بود کشور شما و به میلیون ها برادران آذری ما همچنان که شما میدانین اکثریت اونا از کشورشان دور شدن و اونا از کشور وطنیشان تقریبا 30 سال از کشورشان به دور زندگی کردن و ما خب اون گروپ که در واقع کدام چیز را به دست نوردن، پس برادران آذری ما تحت ریاست علی این مناطق را از اشغال دور کردن و خوشبختانه حالا ما در اونجا یک ساختار داریم و ما در اونجا دوباره باز امیدوار هستیم که برادران آذری ما را دوباره در اونجا ببینیم که در اونجا زندگی میکنند. و حالا رشته سخن را به جناب رئیس جمهور علیف میدهیم. تشکر بسیار زیاد جناب رئیس جمهور و از معرفی بسیار زیبایتان. ما میخوایم به تمامی همکارانمان بگوییم که رئیس جمهور اردوغان که از آذربایجان حمایت کرده، نه تنها در جریان جنگ ولی همچنان وقتی که او رئیس جمهور ترکیه بود یک نقش بسیار مهمی بیننده 14مین نشست سازمان